این خیرواری سفید شکر نیست. نمک استحصال شده کوی خوجمومین است. کاری هر روزه این زنها بست و بند کردن نمک است. زرینه میرزویeva 3 سال پیش همراه دخترش به کارخانه نمکدانی ناحیه همدانی آمد. پیش از این کاری صحرا میکرد. پیش نمی کلخوز دا کار میکنیم، پخته میچیندیم، عدیر میکنیم. بعد اینجا کشیر بود گفتیم اکای کار کلخوز دا اینجا بکار کنیم. زرینه دخترش را ماهی پیش به شوهر داده است. دختر زرینه در اینجا همراه مادر کار کرده خرج تویش را خودش جمع کرده است. او از شوهرش چند سال پیش جدا شد و حالا در خانه مادر زندگی میکند. خانه پدر مادر دایما خری میگیریم با میبریم میخریم میخریقتشون میستی میسو گردن که جدس نگر نمیشه پیشیانگا و اله همسویا بیکاری دار. حالا در کارخانه نمکدانی ناحیه همدانی به مثل زرینه 20 زن کار میکند. در ماه از 600 تا 1000 سومانی معاش میگیرد. رستم حکیموف رهبر کارخانه میگوید او تلاش دارد کارخانه‌اش را وسیع و صفی زنهای کارگر را زیاد کند. هست نفرایی که از اویلهشون به سبب جدا شدن یا مثال اویله‌هاشون وزمین‌تره یا زمینای خوجگی دهقانی ندارن با جای کار تامین میکنیم. کارخانه نمکدانی ناحیه همدانی 3 سال پیش تأسیس یافته است. در سال 2020 363 تن نمک به جمهوری اسلامی افغانستان صادرات کرده است. اما با پنگ گشتن بیماری کووید 19 این کارخانه از سال گذشته صادرات را به خارج 2 برابر کم کرده است. حالا رستم حکیموف قصد دارد یک کارخانه دیگر در تگ کوه نمک بنیاد کند. کوه نمک بزرگترین کوه طبیعی در دنیا نام برده می شود. ذخیره نمک این کوه 60 میلیارد تن را تشکیل می دهد. محمود جان رحمتزاده، آزادی، همدانی.